نظر به این که در این اوقات متاسفانه بین دول اروپ نایره جنگ مشتعل است و ممکن است این محاربه به حدود مملکت ما نزدیک شود و نظر به این که روابط و دادیه ما به حمدالله با دول متخاصم برقرار است، مقرر می‌فرماییم که جناب مستطاب اجل اشرف اکرم افخم مهین دستور معظم مستوفی الممالک رئیس الوزراء فرمان ملوکانه را به فرمان فرمایان و حکام و مأمورین دولت ابلاغ دارند که باید از طرفداری با هر کدام از دول متحاربه پرهیز و احتراز نموده مسلک بیطرفی دولت مطبوعه خود را کاملا رعایت نمایند. 12 شهر ذی‌حجة الحرام 1332. سال هاست که ایران جولانگاه قدرت‌های بزرگه و جز در بعضی بخش‌های مرکزی حکومت عملاً فاقد هر گونه کنترله. اعلان بی‌طرفی ارزش کاغذی رو هم که روی اون نوشته شده نداره. احمدشاه قاجار که چند ماه است به سن قانونی رسیده پادشاه ایران است و مستوفی الممالک صدر اعظم. کشور از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی به شدت نابسامان و آشفته و کنترل بسیاری از مناطق در دست قبایل و طوایف محلی است. دولت مستبد، بیکفایت و تقریباً ورشکسته دست کمک به روسیه و بریتانیا دراز کرده و عملاً تابع این دوست. وزرا، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی هم بسته به این که تمایلات سیاسیشان به کدام دولت خارجی نزدیکتر است عمل می‌کنند. نیروهای نظامی هم اربابان خود را دارند. از زمان ناصرالدین شاه پادشاهان قاجار برای حفظ امنیت به قوای قزاق متکی بودند، نیرویی که گوش به فرمان روس هاست. از 4 سال پیش ژاندارمری مسئول تأمین امنیت جاده‌ها و مناطق غیر شهری است. افسران سوئدی مسئولیت آن را به عهده دارند و آنها بیشتر حامی مواضع آلمان در جنگند. بریتانیا هم به زودی برای حفظ تأسیسات نفت و بازنگه داشتن راه‌های تجاری پلیس جنوب را تشکیل می‌دهد. دولت ایران به قدری ضعیفه که دول خارجی بدون هیچ گونه مشورتی با تهران درباره آینده این کشور تصمیم می‌گیرند، از جمله انعقاد معاهده سن پیترزبورگ. تورج عطابکی مؤلف کتابی هست درباره ایران در جنگ جهانی اول. آقای عطابکی، چرا این دو قدرت جهان در اون موقع ایران رو به 3 بخش تقسیم کردند؟ یه نگاه خیلی گذرا داشته باشیم به سیاست استعماری روسیه که از قرن 16 میلادی زمان صفویه آغاز میشه با هدف رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس. در قرن 19 روسیه سرانجام به مرزهای ایران میرسه، زمان قاجار. نیمه اول قرن 19 جنگ‌های ایران و روسیه رو داریم که به پیروزی روسیه در 2 جنگ ختم میشه و مرزهای کنونی ایران بر ایران تحمیل میشه در پایان این 2 جنگ. و بعد نیمه دوم قرن 19 رو داریم که روسیه به خراسان میرسه. این برای دولت بریتانیا به شدت نگران کننده است. بریتانیا همیشه به جنوب شرق ایران به عنوان بخشی از امپراتوری بریتانیا حکومت هند نگاه میکرد، چرا که بلوچستان و سیستان برای بریتانیا بخشی از امپراتوری گسترده بریتانیا بود و حکومت هند. بنابراین دنبال فرصتی میگرده تا روسیه رو مقید به یک میثاق جهانی بکنه که از توسعه طلبی خودش دست برداره. این فرصت در 1907 نصیب بریتانیا میشه که بر اساس اون قرارداد بخشی از شمال ایران زیر پرچم امپراتوری روسیه میره، بخش جنوب شرقی به زیر حمایت بریتانیا در میاد و در حقیقت منطقه حائلی هم قرار میگیره به این که اگر که روسیه در آینده خیال در حقیقت پیشروی داشت، بریتانیا بتونه به موقع در مقابل روسیه بایسته. بریتانیا برای حفظ شبه قاره هند که مهمترین مستعمره اش است، جنوب ایران و خلیج فارس را اشغال کرده.
جورج کرزن نایب سلطنه هندوستان گفت ایران و همسایگانش مهره‌های شطرنجی هستند در بازی برای تسلط بر جهان و آینده بریتانیای کبیر آنجا مشخص می شود. اما حالا یک دلیل خیلی مهم دیگر هم اضافه شده. چند سالی است که در جنوب ایران نفت کشف شده و بریتانیا خوب می‌داند که اقتصادش سوار بر فوران نفت شکوفا باقی خواهد ماند و قرن 20 از آن کسی است که طلای سیاه را کنترل می‌کند. وینستون چرچیل فرمانده نیروی دریایی بریتانیا است. قبل از جنگ او دستور داده بود که سوخت قدرتمندترین ناوگان دریایی جهان از زغال سنگ به نفت تبدیل بشه و بعدها او نفت ایران رو هدیه‌ای از سرزمین پریان خوند و فراتر از بلند پروازانه ترین آرزوهای بریتانیا. دیگر امپراتوری بزرگ جهان در شمال ایران در کمین نشسته. روسیه تزاری سال هاست که شهرهای شمالی کشور را در دست دارد. مردم ایران تجربه تلخی دارند از سیاست‌های بریتانیا، به خصوص در نیمه اول قرن 20. اما وقتی به قرن 20 و قرن 19 نگاه می‌کنیم، سیاست‌های روسیه در قبال ایران آسیب‌ها و خسارات زیادی به این کشور زد، از جمله در جنگ جهانی اول. ببینید، از پی انقلاب مشروطه ما بمباران مجلس داشتیم، فرماندهی قزاق‌های روس و استبداد صغیر، و بعد یکی از کارهایی که مجلس دوم مشروطه در برابر خودش قرار داد اصلاحات گسترده سیاسی و اقتصادی در کشور بود. به دنبال این اصلاحات اقتصادی مجلس دوم قرار بر این گذاشت که یک مستشار امریکایی رو به نام شوستر استخدام کنه که بیاد یک سروسامانی به اوضاع مالیه کشور بده و این البته پسند روسیه نبود. به همین خاطر یک التیماتومی به مجلس میده و خواستار اخراج شوستر میشه. مجلس تن به این نمیده. روسیه نیروی نظامی خودش وارد شمال ایران میکنه و حضور نظامی روسیه بود تا رسیدیم 3 سال بعد به رپرپه جنگ جهانی اول. در همین حال جنگ جهانی اول برای امپراتوری ها رقبای جدیدی ایجاد کرده، از جمله امپراتوری عثمانی در غرب ایران در رویارویی با روسیه. وقتی مصطفی الممالک نخست وزیر ایران به روسیه مراجعه کرد و گفت که نیروی نظامی خودتون رو از شمال ایران خارج کنید، وزیر مقدار روسیه در تهران گفت که خب چه تضمینی میدید که اگر ما نیروی خودمون از ایران خارج کنیم عثمانی‌ها نیان به ایران، که البته عثمانی‌ها آمدن و شمال غرب ایران صحنه رودررویی عثمانی‌ها و روس‌ها شد برای چندین سال. اینها به قحطی که اونجا وجود داشت دامن زدن، به خاطر اینکه غلات این منطقه رو مصادره کردن که سربازان خودشون رو خوراک بدن. چهارپایان این منطقه رو می‌بردن به خاطر اینکه به عنوان وسیله حمل و نقل مورد استفاده نظامی قرار بگیری، که البته این کار رو بریتانیا هم در جنوب می‌کرد. و از همه بدتر به تنش‌های قومی و دینی دامن زدن در این منطقه. روسا خب از گروه‌های دینی مسیحی حمایت می‌کردند و عثمانی‌ها با طرح اتحاد اسلام پیش اومدن و فتاوی جهادیه از علمای اتباط رو هم به دست آوردند. Ey Müslümanlar! Biliniz ki devletimiz İslamiyet'in advü canı olan Moskova, İngiltere ve Fransız hükümetleriyle muharip bulunuyor. Emirül Müminin Hazretleri sizi cihada davet ediyor. عثمانی ها که روزگاری از امپراتوری های پرعظمت بودند، 1/3 قلمرویشان را از دست داده‌اند و در آستانه ورشکستگی تلاش می‌کنند تا حداقل از سقوط خود جلوگیری کنند. آنها که برای حفظ خلافت اسلامی از اندیشه‌های پان اسلامیسم بهره برده بودند، این بار به بهانه یکپارچه کردن امت اسلامی و اقوام ترک زبان آذربایجان ایران را اشغال می‌کنند. استفانی کرونین نویسنده چند کتاب درباره ایران در دوران قاجار است. از او پرسیدم عثمانی‌ها چه اهدافی را در ایران دنبال می‌کردند. عثمانی‌ها در حمایت از قدرت‌های مرکزی یعنی آلمان و امپراتوری اتریش مجارستان وارد جنگ شدند. به خصوص که مثل آلمان‌ها می‌خواستند به منافع بریتانیا در ایران صدمه بزنند.
اما عثمانی‌ها اهداف دیگری را هم دنبال می‌کردند، از جمله تلاش برای گسترش امپراتوری از طریق جدا کردن آذربایجان ایران. آنها با روس‌ها هم چند بار جنگیده بودند و مانند قدرت‌های مرکزی هدفشان قطع دسترسی روسیه به ذخایر انرژی در نواحی قفقاز بود. عثمانی‌ها هم به ایران لشکرکشی کردند و هم با وعده و وعید به بعضی قبایل و اقوام مذهبی اتحادهایی برای رویارویی با نیروهای روس و بریتانیا تشکیل دادند. آلمان‌ها با همکاری عثمانی‌ها تلاش می‌کنند نه تنها گروه‌ها و اقوام ایرانی را علیه نیروهای بریتانیا و روسیه بشورانند، بلکه اتحاد این دو را هم برهم بزنند. آلمانی‌ها به شدت از نیروهای عثمانی پشتیبانی می‌کردند. اونها چه اهدافی رو در ایران دنبال می‌کردند؟ آلمان‌ها تدریجاً داشتن حضورشان را در خاورمیانه بیشتر می‌کردند. هدفشان در ایران مختل کردن راه‌های ارتباطی نیروهای بریتانیا و آسیب رساندن به منافع بریتانیا بود، مثل چاه‌های نفت. کارگزاران آنها حتی بعضی قبایل و عشایر را به منفجر کردن لوله‌های نفت تحریک می‌کردند. کارگزاران سیاسی آلمان و جاسوسانشان حتی شایعه می‌کنند که قیصر آلمان مسلمان شده، به مکه رفته و حالا نامش حاجی ویلهلم است. موقعیت جغرافیایی و ذخایر نفت جنگ جهانی اول رو به خاک ایران کشوند. دول خارجی نیروهاشون رو از هر سو وارد کشور کردند. بریتانیا سرباز در خوزستان و بوشهر پیاده کرد. روسیه از بندر انزلی تا اصفهان رو میدان تاخت و تاز قرار داد و عثمانی‌ها از مرزهای غربی تا همدان پیش رفتند. و این شد سرآغاز 4 سال مشقت، قحطی، بیماری و مرگ برای مردمی که کشورشون فقط مهره شطرنجی بود در بازی قدرت‌های بزرگ.